از همان ابتدا که انسان موجودیت خود را شناخت، با دردها و رنجهایش آشنا شد و در صدد آن برآمد که یکی پس از دیگری این دردها و رنجها را برطرف نماید، که از جمله آنها بیماری ها بودند و آن نیازمند تجربیات مختلفی بود که اغلب با سختی های زیاد و طی سالیان دراز به سرانجام می رسید. داروهایی که امروزه استفاده می کنیم حاصل دسترنج اجدادمان است. داروها از 3 منبع گیاهی، حیوانی و معادن استخراج می شوند که هر کدام با توجه به ماهیت خود دارای ویژگی‌هایی هستند و بهترین داروها داروهایی هستند که دارای اثربخشی خوب و عوارض جانبی کمتری هستند. از این رو می توان داروهایی که منشأ گیاهی دارند را جزو بهترین داروها دانست. مهمترین جزو گیاهان دارویی اندام هدف یا همان اندامی هست که مواد دارویی یا همان ماده مؤثر در آن موجود است و اندام هدف و ماده مؤثره در هر گیاه متفاوت است و میزان و کیفیت ماده مؤثره تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد که گاهی در شرایط تنش‌زا میزان و کیفیت مواد مؤثره بهبود می‌یابد.